حوالی سال 1401 والدین نوجوان پسر بچه حدود 14-15 ساله‌ای از من کمک خواستن تا تو کنترل خشم پسرشون بهشون کمک بکنم. من متوجه شدم که این پسر بچه اعتقاد داره که نمیتونه خشمش رو کنترل بکنه، هیچ اختیار و هیچ قدرت اراده‌ای نداره و متاسفانه بعضی وقتا هم دست به چاقو میشد. باور ریشه ایش رو شناسایی که کردیم، رفتیم سراغ دو تا آیتم. یک، این باورهای اشتباه و این اشتباهات شناختی، خطاهای شناختی رو برطرف بکنیم، تعدیلش بکنیم، افکار مثبت و واقعی رو جایگزین افکار منفی بکنیم و دو، مهارت خویشتن‌داری و تاب‌آوری رو در این نوجوان تقویت بکنیم. شاید باور نکنید 3 هفته بعد این نوجوان به من گفت که من دیگه اون آدم سابق نیستم، دیگه اینقدر عصبانی نمیشم، یاد گرفتم خودم رو کنترل بکنم و اون روزی که از جلسات مشاوره بسیار عالی برای من بود. اگر شما هم توی کنترل هیجان، کنترل خشم، کنترل احساس ضعف دارید، به راحتی با یادگیری مهارت خویشتن‌داری، تاب‌آوری، مهارت کنترل خشم میتونید بر این عارضه برای همیشه غلبه بکنید.